حمله دهشتناک بود ولی بازداشت‌ها به اجراکنندگان آن چندان مانند نیستند. شیوه بازداشت گمانبر شوندگان آشکار و نمایشکارانه بود، اما محاکمه در دادگاه مخفی و پشت درها برگزار می شود. نیروهای زودعمل، گارد روسیه، پلیس در نزدیکی جای واقعه بودند اما دیر رسیدند. گمانبر شدگان را نه صبح روز دیگر بلکه همان نیمه شب بازداشت کرده بودند، ولی تنها صبح به نوار گرفتند. شاید تکرارا صحنه‌سازی کردند. اینها و چندین مورد دیگر مربوط به حمله تروریستی به تالار کراکوس سیتی هال در کنار مسکو در میان کارشناسان شک و شبهه و سالهای را به میان آورده است که مقامات روسیه هنوز به آنها پاسخ روشن و باور بخش ندادند. مقامات روسیه گفتند 11 نفر را با گمان دست داشتن در این حمله بازداشت کردند. بنا به نوارها بازداشت 4 نفر صبح 23 مارس به عمل آمده است، ولی مدیا از آن در پایه نوارهای نظارت سرعت حرکت در رو گفت بازداشت نزدیکی نیمه شب و 100 کیلومتر پیشتر از جای اعلام کرده مقامات صورت گرفته است. در این بین یعنی تقریبا 56 ساعت از سر بازداشت شده و چه گذشت معلوم نیست. حالت جسمانی آنها نشان می‌دهد که سخت شکنجه شدند. به گفته حامی حقوق ولادیمیر اسیچکین این شکنجه به درجه سخت بود که یکی از دستگیر شدگان در دادگاه نیم بیهوش بود و دیگر مثل زامبی رفتار میکرد. اسیچکین میگوید با آنها هنگام بازداشت طوری رفتار کردند که گویا گناهکار بودن آنها و همه جزئیات دیگر برای مقامات روشن است و چیزی از بازداشت شده ها دانستن نمیخواهند. این حامی حقوق میگوید که هر کشور اگر تروریست واقعی را بازداشت کرد اول تلاش میکند که از او معلومات بیشتر برای تحقیق حادثه دریافت کند. در این حالت به قول او مقامات روس فوراً به شکنجه شدید بازداشت شده آغاز کردند و مثل رفتار کردند که برایشان اطلاع مهم دارای اهمیت اپراتیوی لازم هم نیست. نزدیکی مرز اوکراین و در دوری قریب 5 ساعته راه از مسکو در این مسیر ماشین گمانبر شوندگان 6 بار قاعده های راه را ویران کرده است. چرا ناظران راه در فاصله 130 کیلومتر که چند نقطه اهالینشین است روی این ماشین را نگرفتند و اجازه دادند که تا نزدیکی مرز برسد؟ تنها خیلی باید تروریست ابله بود که به جای پنهان شدن در مکان نزدیکی راه درازی را برای فرار انتخاب کنه، چون این به نظر می رسد که کسی آنها را برای فرار کردن به این سمت تشویق کرده است. میگوید الیشر الهاموف، تحلیلگر از لندن. آلیس کچاروف نیز این حرکت عیبدار شدگان را زیر شبهه میبرد. مرز با اوکراین حالا خط پیش جنگ است. از منطقه برانسک به اوکراین یگان گذرگاه نیست. مرز پر از نظامی است. اینجا نظامیان مسلح روس و نیروهای فسب خیلی زیادند. نشریه کمسامولسکا پراودا در نوار ویدیویی نشان داده است که نیروهای مخصوص با روی پهپادها یا درون پناهگاه گمانبران را در بیش از پیدا کردند، اما نشریه نگفته است که فراریان را در مسیر راه و پیش از رسیدن به نزدیکی مرز پیگیری نکردند. الیشر الهاموف این سوالها را نیز مطرح میکند که چرا حملگران ماشینشان را عوض نکردند. معمولا تروریستان ماشینها را هنگام فرار عوض میکنند تا کسی ایزشان را نیابد. از یک دوست یا شناس خود خریدن ماشین برای حمله تروریستی نیز تعجب انگیز است، چون معمولا افرادی که در ذهن نقش جنایت دارند یا از نفر ناشناس ماشین میخرند یا از ماشین دزدیده شده استفاده میکنند. BBC می نویسد از پایگاه گارد ملی روسیه که در فاصله 3 کیلومتر از کراکوس بود حتی پای پیاده می توانست در 15 دقیقه رسند. در خود بنا و همان محل 2 شعبه پلیس بود که یکی پره مسلح و هم نیروهای مخصوص زودعمل به کراکوس دیر رسیدند. یک افسر بازنشسته نیروهای مخصوص کگب و فسب به شرط پنهان ماندن نامش به BBC گفته است یک نهاد امنیتی همیشه آماده است و می بایست با نخستین خبر با چرخبال، ماشین یا حتی خر به جای واقع می رسید و بخش‌های دوم و سوم از پس آن ولی چنین نشد. مقامات انتظامی روسیه تصدیق کردند که کارمندان شعبه پلیس واقع در نزدیکی مجمع کراکوس سیتی هال در 5 دقیقه پس از خبر تیراندازی در نزد این بنا حاضر شدند. الیشر الهاموف میگوید سوال بی‌جواب است که چه طور حملگران زمانی که پلیس به آنجا رسیدند بدون مقابلت آزادانه با ماشین جای حادثه را ترک کردند. توقفگاه این مجمع 2 برآمدگاه دارد. طبق معمول پس از چنین حمله مقامات فوراً دستور بستن راه‌ها را داده می شود. مقامات روسیه میگویند چنین دستور داده شد، ولی با وجود این ماشین گمانبران حمله تا ولایت بریانسک رسید.
با گفته روزنامه‌نگار انور درکاچ، حادثه واقعاً تروریستی بود، ولی دلیل‌های منطقی نشان می‌دهند که روسیه نتوانست از آن جلوگیری کند. سر وقت وارد کار شده آدمان را نجات داد، نتوانست یا اجازه داد که این رخ دهد. امریکا و بریتانیا اول این ماه به شهروندان هشدار دادند که از رفتن به جایهای سیرودم خودداری کنند، چون احتمال سر زدن حمله تروریستی وجود دارد. آنها مقامات روسیه را نیز آگاه کردند. الشیر الهاموف میگوید وقتی کشورهای ابرقدرت جدی به روسیه در این باره هشدار دادند، ولی باز هم این حمله پیشگیری نشد. چنین به نظر میرسد که کسی منفعت دار بود که چنین اتفاق بیفتد. نخست کمیته تفتیشات روسیه به پیشنهاد دلیل‌های رد ناپذیر شهروندان بازداشت شده تاجیکستان دلیرجان میرزویف، سید اکرم رجبالی زاده، فریدون شمس‌الدین و محمد صابر فیضوف را گمانبر اساسی حمله تروریستی اعلام کرد و دادگاه نیز به حبس آنها امر داد. گروه وحشت افکن دولت اسلامی یا داعش با نشر نواری که در آنجا چهره و صدا تغییر یافته بود اعتراف کرد که حمله کار سربازان این گروه است. کشورهای غربی نیز بر این باورند. اکثر کارشناسان میگویند به حمله تروریستی بودن حادثه شبهه ندارند، ولی به رفتار مقامات روس و اینکه تا کجا گمانبران اصلی بازداشت شدند شک دارند. به عقیده الشیر الهاموف در مورد اینکه حمله را افراد مربوط به داعش انجام دادند شبهه کم است و داعش هم این را اعتراف کرد. اما اگر به برخی دلیل‌های پیشکی نگاه کنیم، چنین به نظر میرسد که مقامات روسیه برای این شرایط فراهم کردند. انور درکاچ روزنامه‌نگار مقیم اوکراین میگوید به رفتار مقامات روس در این حادثه امکان ندارد که بدون شبهه نگاه کرد. او گفت شکنجه را آنها آشکارا نوار گرفتند و به مردم نشان دادند، ولی حکم بازداشت گمانبران در تروریسم را پشت درهای بسته صادر کردند. ما در نوار دیدیم افرادی که به سوی ازدحام تیر میپرانند از автомات AK-12 استفاده میکنند که این یکی از سلاح‌های پیشرفته است که هنوز نه همه ارتش روسیه به آن دسترسی دارد. در دست آنها این سلاح بود، ولی بستری به پوتین ثابت داد که حملگران دو سلاح AK-74 داشتند. گفت انور درکاچ رسانه‌های روسیه گمانبران اصلی تاجیکان را معرفی کردند و مقامات این کشور به پیشنهاد هیچ دلیل به دست داشتن اوکراین در این حمله اشاره میکنند. اولگا رومانووا رهبر بنیاد اجتماعی زندانهای روسیه نیز میگوید از نگاه وقت رفتار کارمندان مقامات ثبت شکنجه کردن بازداشت شده‌ها فرار ابلهانه گمانبران ناموافقتی می‌بیند. با گفته او اگر به حرف مقامات روس باور کنیم این نفران به حد در کار خود کسبی عمل کردند که خدمات مخصوص روسیه از آن بیخبر ماندند. ولی سوال بی جواب است که چطور این افراد خیلی باهوش این گونه ابلهانه از جای حادثه فرار کردند. ناموافقتی زیاد است و عموما در این حادثه کدام چیز نادرست به نظر می رسد. چطور آدمی که به اوکراین فرار می کند پولش را به کارت میر می گذراند که آن بیرون از روسیه کار نمی دهد. پوتین و بورتنیکوف می گویند که اوکراین برای آنها دریچه برای ورود باز کرده بودند. دریچه از دو طرف می شود. اگر حتی بر این فرضیه باور کنیم پس کسی برای آنها وعده باز کردن دریچه از طرف روسیه را نیز داده است، گفت او. با گفته این کارشناس روسیه با نمایش شکنجه آشکارای بازداشت شده‌ها پیشنهاد دوباره جاری کردن حکم قتل، جاری کردن فضای ترس و هراس در جامعه به یک مرحله دیگر وارد شده است. او معتقد است که این حادثه تغییرات در حیات سیاسی روسیه وارد خواهد کرد. الشیر الهاموف میگوید روسیه اولا خود را قربانی بزرگ تروریسم جلوه میدهد و حتما از این حادثه به سود خود استفاده خواهد برد. او برای نظر است که روسیه با استفاده از این حادثه در جنگش با اوکراین و سیاست مهاجرتش تغییرات جدی وارد خواهد کرد. انور درکاچ روزنامه‌نگار مقیم اوکراین نظر دیگر دارد. این حادثه به مقامات روس امکان میدهد که فشار بالای جامعه را افزایش دهد. وقتی نمایشکارانه گوش میبرند پس انتظار عملهای دیگر وحشانیت باید بود. از این پس آنها هر کسی را که جنایتکار گفتند پس نباید جامعه برفی آنها شبهه کند و آنها هر کسی را که خواستند گوش میبرند. این از نگاه من یک گردش جدی در سیاست روسیه است. معنیش این است که ما هر خیلی خواهیم رفتار میکنیم و پیش ما را کسی گرفتن نمیتواند. با وجود رسانه شدن شبهه و سوالهای زیاد مقامات روس هنوز تفصیلات یا پاسخ ندادند. نوار دوربین‌های نظارتی داخل بنای کراکو سیتی هال نشر نشدند، هرچند نوار عکس و لحظه با ماشین حرکت کردن گمانبران دسترس گشتند. تفتیش حادثه هنوز به پایان نرسیده است، ولی مطبوعات روسیه بازداشت شدگان را به جامعه
جنایتکار معرفی کرد. تبلیغات در این سمت به حد قوی است که گویا هدف از این جزا دادن گناهکاران است، بلکه باور دادن به جهانیان که به هیچ شبهه تاجیکان شکنجه شده حمله تروریستی انجام دادند.